بسم الله الرحمن الرحیم. در شب و روز جمعه قرار داریم و شب روز جمعه وقت دلتنگی عاشقان پیامبره، آن پیامبری که تمام عمرش را صرف هدایت ما قرار داد. برای سنگ زدند، گرسنگی دید، دشنام دادند، ولی باز هم گفت امت من. و حالا ما چی براش داریم؟ فقط یک ذکر کوتاه و ساده اما پر از معنا: اللهم صل علی محمد و علی آل و اصحاب محمد. وقتی که این ذکر را خواندی مستقیم به گوش پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسد. در شب و روزهای جمعه فرشتگان نام تو را میبرند پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم و میگویند فلانی امشب یا امروز برات چند صلوات فرستاد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به نام تو یک لبخندی میزند. صلوات گیره‌ای بین زمین و آسمان است، چنانچه خداوند متعال می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. پس چه خوب است در شب و روزهای جمعه صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیشتر و بیشتر سازیم.